سلام دوستان، وقتتون بخیر. با توجه به شروع فصل گرما و مراجعاتی که حالا داریم، اکثرا حالت سوالی هستش. مشتریان میان میگن آقا آمپر آب خودروی ما همیشه بالاست. ببینید دوستان، اگه آمپر آب بالاست تو خودروی حالا تیفاق، اگه تا وسط یه مقدار رد میشه و فن کن کار میکنه، اون حالت عادیه. اگر دید نه، فن کن اصلا عمل نمیکنه و یهو مثل این خودرو روی فن تون میره، اون مشکل میتونه حالا تو مقاومت فن شما باشه یا سوکت یا ریله فن شما ایراد داشته باشه که ملاحظه میکنید آمپر از وسط رد شده، فن کن چون نمیزنه ماشین میره روی دورتون. یه حالت دیگه هستش که حالا اون حالت میتونه فشنگی دمای آب شما خراب باشه، اطلاعات غلط بده، که در اون صورت ببینید فن کند شما درست و صحیح کار میکنه ولی آمپر بالاست، که در اون حالت هم با یه دیاگ شما میتونید مشکل متوجه بشید. حالت بعدیش به این صورت هستش که در حین حرکت هی فن دورتون میزنه ماشین، فن دائم کار میکنه و وقتی شما میین دست به رادیات خود رو میزنید، این رادیات کاملا سرده در صورتی که موتور داغ. در اون صورت میتونه حالا ایراد از ترموستات خودرو باشه. حالت آخر که کمتر اتفاق میافته خرابی واتر پمپ، یعنی واتر پمپ دیگه اون پمپاژ آب داخل موتور رو نداره که باعث بشه آب به گردش بیاد و خنککاری اون انجام بشه. در این صورت موتور و رادیات دمای یک نواخت داره و شما تا ماشین روشن میکنید میبینید که آمپر آب همیشه بالاست. پس بخوایم جمع بندی کنیم، اگر ترموستات مشکل داشته باشه، رادیات یخه و موتور داغه معمولا، و اگر واتر پمپ ایراد داشته باشه، چراغ چک اینا نداریم، فقط میبینیم موتور دائم سریع داغ میشه، جوش میاره. و اگر هم حالا مشکل از قطعه سنسور باشه، مقاومت فن باشه، ریل فن باشه یا حتی موتور فنای ما باشه، عموما ما چراغ چک و چراغ استوپو داریم. از اینکه تا اینجا با من همراه بودین از شما سپاسگزارم و جهت حمایت از ما چنل خودروی منو دنبال بفرمایید.